الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، قبلا از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که به همه مقصودها و به همه نیت‌های نیکتان شما را الله مهربان برساند. بعداً برادران عزیز، در یک دقیقه های نزدیک من برای شما قصه یک مرد را که ثروت زیاد جمع کرد ولی عاقبت حال او چی شد با شما صحبت میکنم و این صحبت را برادران عزیز از کتاب الهی نامه شیخ فریدالدین محمد عطار نیشاپوری که در کتابش برای ما و شما این قصه را میارد من به شما حکایه میکنم. قبلا برادران عزیز و گرامی، جناب حضرت مولوی رومی میفرمود از لقای هر کسی چیزی خرید و از قرین هر قران چیزی بری. برادران عزیز و گرامی، این عزیز خدا یعنی از همنشینی و از نزدیک شدن با کسی حتما چیزی را انسان به خودش میبرد. یعنی مقصد حضرت مولوی هم این نزدیک شدن شما یا محبت داشتن شما یا گوش کردن شما برای شما بسیار خیر و بسیار نیکی میارد. الله مهربان باز هم میل های شما را و خواهش های شما را به سوی شنیدن پند و نصیحت زیاد بگرداند. میاییم برادران عزیز به سر این قصه ای که در کتاب این بزرگوار برای ما و شما قصه کردن. از الله مهربان امیدم همین است که بعد گوش کردن این هر کدام ما میتونیم که در این حیات خودمان یک خلاصه درکاری را براریم. بسم الله الرحمن الرحیم. حریص در میان رنج و تیمار، بس جان کند و در کوشید بسیار. بروز و شب زیادت بود کارش، که تا دینار شد 300,000ش. من 4 مصرع میخونم و معنا میکنم. حضرت عطار نیشاپوری گفت که یک انسان بسیار حریص بود. حریص برادران عزیز یعنی بسیار در طلب دنیا بود. بسیار یعنی گویم همه هستیش برای دنیا بخشیده بود. حریص در میان رنج و تیمار، بس جان کند و در کوشید بسیار. بسیار رنج‌های کشید، بسیار اذیت‌های کشید، بسیار سفرهای زیادی کرد. به خاطر چی؟ که تا دینار شد 300,000ش.
بین با روز و شب زیادت بود کارش که تا دینار شد 300,000ش. شاید برادرای عزیز راحت شبم ترک کرد. روزم در حرکت، شبم در حرکت. شاید عمرش به 60 به 70 آمد و یک زمان این مبلغ هاش جمع آوری کرد که 300,000 دینار شده است. برادران عزیز و گرامی، در چینک در وزن 1 دینار 425 گرم طلا است، ولی 1 دیرم که اصلا دیرم اینها از پول نقرگی است. دینار که شد پول طلاگی می شود. 1 دیرم باشد 312 گرم. یعنی این حریص، این دنیا طلب 300,000 دینار جمع کرد. 300,000 دینارش برادران عزیز من در گویم تلفن ضرب جمع کردم، 1 تانه و 275 کیلو طلا جمع کرد. یعنی اون 300,000 دینارش با 425 اگر ضرب کنیم 1 تانه و 275 کیلو طلا جمع کرد. 4 مصرع دوم. فزون از 100,000ش بود املاک، فزون از 100,000ش نقد در خاک. فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. حضرت عطار نیشاپوری این 300,000 تقسیم کرد. گفت 300 از این 300,000 گفت 100,000ش املاک بود. املاکش برادران عزیز به معنای گویم اگر اصطلاح‌های امروزه که بچه‌ها استفاده میبرن ندویژم است. یعنی مثل خانه ها میخرن میپرتاین، یگون حولی ها میخرن میپرتاین، یک چیزکایی را میگیرن و مثال ذخیره میکنن در پشتون میمونن، میستد برای یک روز شونن. میگه 100,000 دینار شد در همین صرف کرد. فزون از 100,000ش بود املاک، فزون از 100,000ش نقد در خاک. نقد در خاکش 100,000 دیگرش نقده در دستکش، بگیم در میانش بستگی. فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. 100,000 دیگرش در دست مردم تقسیم شدگی، مردم مقصد این مال ای را گردش می دادن و ای فایدهش بر این مردک حریص، بر این مردک دنیا طلب آورده حق می دادن. 4 مصرع دیگر. چو مال خویش از حد بیش می دید، سرای خویش ملک خویش می دید، با دل گفتا که بنشین و همه سال بخور خوش تا از این پس چون شود حال. میگه وقتی که حساب کرد که 300,000 دینار جمع کرده است، این خیلی مبلغ کلام بود. بعد میگه با دل گفتا که بنشین و همه سال بخور خوش تا از این پس چون شود حال. بعد گفتا که خیلی مبلغ کلان جمع کردم، قسمت مردم از من قرضدار، یک قسمی پولم در پشتم باز پسنداز، خلاص 100,000 دیگرش با نقطه در دستم. خلاص دیگر حالت که خوب میدید، وقت بسیار چاق که میدید. بعد گفت که اگه دیگر میشینیم و از این روز بعد گفت راحت اگه مبلغا و راحت اون جانبازی هایی که پیشتر کرده بودم اگه راحت شد گفت میگیرم. گفت چو در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود عزراییل جانخواه.
چو عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم خود تاریک دید او. این مردک با گفت تاجیکای ما برادرها با دلش تولک زده. گفت اگه این مبلغی که من در دستم دارم، ولی شاید بسیاری آدما برادرها این گمان ها را داشته باشند. این خیلی گمان ها هست که وقتی آدم صاحب مبلغ می شود، بسیار فکرهای بیجا، بسیار فکرهای نادرستی در ذهنش جمع می شود. اینم همچنان فکر کرد که اگه مقصد 300,000 دیگه به یادش مردن هم نمیزد. اگه مین بچه مقصد من راحت کرده میگردم. وقتی همین اندیشه را که در دل کرد، چو در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود عزراییل جانخواه. چو عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم خود تاریک دید او. وقتی عزراییل که در آمد، این مردک گویم اکه کرسلوش بلند زدگی بود، اکه منتظر همیه که اکه ماه اولای فایده آمدن میگیره و مبلغی من زیاد چیدن میگیره و مقصد تا چند ماه هم با دغدغه و دبدبه من دوام دادن میگیرم. این زمان بود میگه یک نفری در اومد. گو کی تو؟ گو من عزراییلم. میگه زمانی که نام عزراییل شنید، چو عزراییل را نزدیک دید او، جهان در چشم او تاریک دید. وقتی عزراییل که نزدیک دید، وقتی گو من عزراییلم، این مرد میگه ای جاش بلند شید، بسیار غم فراش گرفت. جهان دیگر در چشمش تاریک میتافت. او اندیشه هایی که پیشتر کرده بود که اگه دیگه مین بچه مقصد راحت قدم میگردم، نه دیگه در فکر او یگان بندگی و نه مردن و میگه همه اینها از ذهنش دور شد. وقتی عزراییل دید، بعد از آن با عزراییل اکو چی مصلحت کردن؟ مگر میداد هم 300,000 که تا مهلت دهد یک روز باره. بزاری گفت بسیار شنید او، نبودش مهل مقصود ندید او. و طرف عزراییل گشت و گفت عزراییل، من در دوام 60-70 سال 300,000 دینار جمع کردم، ولی تا حال یگان فایده و یگان لذت چه دیدگی نیستم. فقط رنجهاش، مشکلاتهای همون بر من رسیدگی است و خلاص. اگه فایدهاش از همین ماهی پیش بود، چی خوب می شود؟ بیا همین 300,000 که من جمع کردم در طول همین 60-70 سال همه شب بگیر مرا یک روزک مهلت بده. بین بزاری گو بسیار بسیار شنید او، نبودش مهل مقصود ندید او. گفت که نه، گفت فرمان همینه که باید من جان تو را بگیرم، برای تو دیگه فرصت یک روزه نیست. خب در دامش ببینیم. با آخر گفت میخواهم امانی، که تا یک حرف بنویسم زمانی. امانش داد چندانی که یک حرف نوشت از خون چشم خود به شنگرف. بعد گفت فهمیدم. خلاص انسان وقتی در یک حالت ناگوار میزنه برادران عزیز، وقتی آدم ای اسب پایان میشوه و پیاده میشوه، وقتی انسان ای حالت تندرستی بیمار میشوه، وقتی از آزادی محروم میشوه و زندانی میشوه، وقتی که مقیم بود غریب میشوه در گویم ملک های دیگر، بعد همونجا گویم که بعد به سر میزنه. بعد همینجا شاید همون فکرهای بسیار صاف، مقصدهای بسیار نیک دیگر در پیش نظرش بیاید. او فکرهایی که پیشتر بود همه اونها بعد از ذهنش دور میشود.
زیرا از وقتش میگفتن که هر یک مستی با خودش پستی داره. بعد از آن گفت نه، گفت برای ما، گفت این مبلغی تو 300,000 است، 500,000 است، هیچ ارزشی ندارد. گفت مهلت نیست، فرمان از بالا هست که من جانی تو گیرم. گفت عزرائیل خمی یک لحظه که اگر روزش تمام، برادرها ببینیم 300,000 بر یک روز عوض نمیکنن. گفت یک لحظه شاید یک 5 دقیقه من یک حرفی، یک گفتنی دارم، همین گفتنی من با گوش دیگرها که مثل من در دنیا بسیارای، همین حرفی من را گوش کنن. شاید که بعد گوش کردن همون نفرها هم به خود بیاین، مثل من، مثال تا عزرائیل ملاقات کردن، شاید اونها به خود بیاین، بیا همین مصلحت من تیام. از بس که فرمان اندکی که بود، اجازتش داد عزرائیل، اجازتش داد که بگو حرف تا، چی حرف داری، چی گفتنی داری، یعنی سخنی آخران تا بگو. برادر عزیز، بسیار یک جای غم انگیزه. آدم وقتی مهنت میکنی، زحمت میکشی، وقتی میگوید که یک لحظه راحت کنم که مرگ به سراغت میآید. چه حالتی خیلی غم انگیزه نه؟ بعد در دامش چی گفت؟ اگه حرفش چی است؟ مصلحت برای ما چی میته؟ که هان ای خلق عمر و روزگاره، که می دادم بها 300,000 که تا یک ساعت تانم خریدن، نبودم هیچ مقصود از چخیدن. ای مردم، دیدین که من 300,000 دادستم، یک روز گفتم مهلتم نداد، یک ساعت هم گفتم مهلتم نداد. 300,000 یک تانه و 275 کیلو طلا را بر یک ساعت عوض نمیکنن. پس گفت دیدین، گفت شنیدین، مصلحت ما را دیدین، گفت قبول نشید. در دامش چی من میگن؟ چونین عمر شما گرمی توانید، نکو دارید و قدر آن بدانید. کسی اگر در چونین عمر زیان کرد، در آن عالم تدارک چون توان کرد. بعد حضرت اخیر آمد، این مردک حریص، این مردک دنیا جوی، دنیا طلب، آمد برای ما یک مصلحت. حرف آخرش گفت چونین عمر شما گر می توانید، نکو دارید و قدر آن بدانید. کسی اگر در چونین عمر زیان کرد، در آن عالم تدارک چون توان کرد. گفت همین عمر که من دیدم، همین هم شما دیده استید، لیکن مصلحت من بر شما همین است که مثل من عمر نگذرانید. ببینید، مثل من روزگذرانی نکنید، مثل من تمام هستیتان برای دنیا تان نبخشید، بلکه در برابر آنی که شما را الله مهربان از مال برخوردار کرد، در برابرش هم عبادت الله را بکن و هم از مبلغهای دادگی باز در راههای فرموده الله هم صرف کن. زیرا این من آمد لحظه که میخواستم راحت این مبلغ ما ببینم، لیکن چیکار کنم که مرگ به سراغم آمده است. کسی اگر در چونین عمر زیان کرد، در آن عالم تدارک چون توان کرد. کسی اگر رنگ من عمر گذرانی کند، حتما زیان ای را هم در دنیا میبینی، هم در آخرت. این بود برادران عزیز قصه ای که من خواستم به سمع شما رسانم. از خدا امید است که برادرانی که همیشه
مال میگن، مال میگن، مال میگن، دیگر چیزی در ذهنشان نیست. از این قصه شاید که شما عبرت گیرید، زیرا پیامبر ما یک اشاره دارد، یک حدیث دارد، یقول ابن آدم، فرزند آدم چی میگه؟ میگه مالی مالی مالی. فقط فرزند آدم مالی من مالی من مالی من میگن. و هل لک من مالک. بعد پیامبر نازنین گفت ای امتای من، آیا برای شما تقدیر مالتان بگو، عاقبت مالتان بگو؟ الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فافنیت. گفت هرگاهی که مال همینه، گفت چیز خوردی حل شید، بین نابود شید، به یک نجاست تبدیل یافت، چیز پوشیدی کهنه شید، و چیز از مال دادی ای دستت رفت. همینه گفت تقدیر مال. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی، نباشید از زمره انسان هایی که مال دنیا شما را فریب دهد. تا این بنده خدا هم قصه را آورد که تا برای همه ماها درس شود و ما به مالی که الله داده است باید چگونه معامله داشته باشیم. الله مهربان همه شما را عمر دراز تید، ایمان کامل تید، و انشاءالله مقصد ما هم همین بود که تا برادرای عزیز از این قصه ما و شما عبرت بگیریم. و اینجا از من خواهش بسیار کردن، خدا خواهد من یک سوال جواب دیگه فردا دارم. بعدا انشاءالله از من بسیار خواهش کردن که برادر عزیز حاجی بابا درباره همین الله را مکانش شما صحبت کنین، زیرا مردم از زبان هر کی هر چی میشنوند، لیکن عقیده اهل سنت آیا در نسبت الله مهربان مکان دارد یا ندارد چی است؟ انشاءالله من خدا خواهد دلیل های زیادی جمع کردم، حدیث های زیادی از پیامبر گرامی در این باب ثابت است، برای شما گفته انشاءالله میگذارم که الله مهربان آیا مکان دارد یا ندارد. آیا همون نفرهایی که میگن خدا مکان دارد، آیا عقیده اونا اهل سنت است یا عقیده یهود است؟ انشاءالله از این برآمده که من برای شما میکنم، اشاره هایی که به شما میکنم، شما انشاءالله خواهد دانست که الله مهربان آیا مکان دارد یا نه. اگر چنده که برادران عزیز این یک موضوع بسیار بحث برانگیز است، اگر چنده که در همین گویم برای اکثر ما و شما دانستن همین ضرورت هم ندارد، ولی میلش برای آنی که شما قانع شوین و شما دانین، خدا خواهد من برای شما یک صحبت در این باب گفته میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.